بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد و آل محمد. السلام علیک یا حجة الله فی ارضه. السلام علیک یا عین الله فی خلقه. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین. دردهایم غالباً پیش تو درمان می شود. آقا جان، دردهایم غالباً پیش تو درمان می شود. با کریمان کارهای سخت آسان می شود. با کریمان کارهای سخت آسان می شود. پلک بر هم میزنی و روز را شب می کنی. چشم اگر برداری از دریا بیابان می شود. خوب میدانم جهان وابسته الطاف توست. به یمنهی رزق الورا. خوب میدانم جهان وابسته الطاف توست. در حقیقت ابر با اذن تو باران می شود. در حقیقت ابر با اذن تو باران می شود. دست پر برگشته هر کس دست خالی آمده. هرچه کم آورده ام اینجا فراوان می شود. کجا؟ دست پر برگشته هر کس دست خالی آمده. هر چه کم آورده ام اینجا فراوان می شود. هر کسی آمد به قم اما نیامد جمکران. وقت برگشتن به شهر خود پشیمان می شود. هر کسی آمد به قم اما نیامد جمکران. وقت برگشتن به شهر خود پشیمان می شود. خوش به حال روزداری که به امید کرم در کنار سفره‌ات افطار مهمان می شود. روز جمعه نامه اعمال ما را وا نکن. روز جمعه نامه اعمال را وا نکن. حتم دارم وا کنی حالت پریشان می شود. خوش به حال روزداری که به امید کرم در کنار سفره‌ات افطار مهمان می شود. اللهم ارزقنا اللهم عجل ولیک الفرج. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، هم نفسای یاد خدا، هم شهریای شهر الله. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین. 6 روزه که من و شما داریم توی کوچه پس کوچه های شهر خدا، شهر الله، رمضان المبارک تردد میکنیم، نفس میکشیم، زندگی میکنیم و چه نعمتی و چه برکتی از این بالاتر. خدایا 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 شکره. عصر روز جمعه است، داریم یه طرفای غروب روز جمعه میشه و اولین جمعه ماه مبارک. جمعه همینجوریش سید روزهای هفته است، بهترین روزهای هفته است که درهای رحمت و مغفرت الهی به روی بنده هاش باز روز عید قرار داده شده برای مسلمان ها. حالا این جمعه، این بهترین روز هفته قرار گرفته در بهترین ماه سال، ماه رحمت و مغفرت و برکت، رمضان المبارک. دیگه زیر باران رحمت و رأفت و مهربونی خدا خیس داریم میشیم امروز. الحمدلله رب العالمین. توی این حریم چشم نواز دل نواز از اول شب و روز ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، اتفاقای مبارکی داره میفته
که ما سعی میکنیم هر روز گوشه هایش رو به تصویر بکشیم، به چشمای مشتاق و منتظر شما تقدیم بکنیم. یه بخشی هم آماده سازی شرایط برای افطاریه که هر شب اینجا سفره اطعام و احسان برپا میشه. من پرسیدم حدوداً بالای 5000 نفر هر شب اینجا سر سفره کریمانه حضرت کریمه یا آل طاها مهمان هستن. انشاءالله روزی شما هم بشه. بفرمایید. خوش به حال روزداری که به امید کرم یا حضرت کریمه. خوش به حال روزداری که به امید کرم در کنار سفره‌ات افطار مهمان می شود. اینم واقعا سعادتی آجا که آدم سر سفره افطار بیاد مارمزون تو حرم حضرت معصومه افطار کنه. سلام. خوب این قبول باشه. مخلص. الحمدلله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان بزرگواران. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشاءالله اعمال ما، تمام شؤون زندگی ما مرضی رضای حضرت حق قرار بگیره. الهی آمین. انشاءالله. افطار کردین تا اینجا جا؟ اینجا نه. اینجا نه، ولی گرفتین بردین منزل. بله. از افطاری اینجا افطار کردیم، ولی تو خود این مکان اینجا نه. یه بار تجربه کنیم، فکر کنم یه تجربه خاصی باشه. افطاری حرم امام حسین علیه السلام رو یک بار فوق العاده است. فوق العاده است. حال خوش. فقط تو اون لحظات اون خورما رو آدم میخوره کامش شیرین میشه، ولی شاید هیچ وقت دلت نیاد آب بخوری. اونش خیلی سخته. با همه تشنگی یه حس خجالتی به آدم میده وقتی اون آبو توی آب سرد کنه و اینا یا چیزا پر میکنی. من حداقل این حس دارم، خیلی خجالت میکشم میخوام آب بخورم تو حرم امام حسین علیه السلام. یا الله. بسم الله. ما روز اول افطاری مهمان حضرت آقا بودیم، جامع قرآنی. خوش به سعادت. یه حس عجیب غریبی داشت و من همش فکر میکردم که یه آرزو بر جوانان عیب نیست، مثلا آدم یه افطاری کنار امام زمانش باشه چه شود. من به اول عرایزم عطر زدم با اجازه شما، به عطر خوشرایه گل نرگس، چون عصر جمعه است و اینها. از یه طرف خوشحالیم روز عید متعلق به امام زمانمون، از یه طرف هم ناراحتیم دیگه. امام زمان بهار عبادت، ولی آقای عبادت امام زمانمون نیستن که ما باهاشون این روزداری رو در ماه مبارک تجربه کنیم. همینه، سر سفرهش باشی گفت چه خوش است
صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن، به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. ختم قرآن ماه رمضان خدا آقامون یک کلمه ازش بشنویم، اون رخ ماهش رو ببینیم. انشاءالله خدا قسمت کنه با همین چشم ظاهر انشاءالله هم ببینیم هم سربازش باشیم انشاءالله. انشاءالله اون موقعی که ناممون رو باز میکنه، دیدم توی اشعار تنم بود زیبا هم اشاره کردید، دلش نسوزه بگه حالا بعداً استغفار میکنم براش، کاش یه لبخندی رو لب مبارکش بیاد بگه من راضیم، اینا اونجوری که من دوست داشتم سربازی کردن، زندگی کردن، ولی خودمو میگم آقا جان دست شکسته وبال گردنه دیگه، ما رو یه جوری خودت تحمل کن، وگرنه هیچ افتخاری به هیچ عملی نداری، خودت ما رو تحمل کن. همین انشاءالله ببینیم به چشم ظاهر. الهی آمین انشاءالله. خب میگن سید اذکار روز جمعه که اصلا افضل اعمال روز جمعه فرمودن صلوات بر محمد و آل محمد، هم به این نیت عزیزانی که در این صحن و شبستان امام خمینی الان ما رو دارن میبینن، هم شمایی که الان پای تلویزیون از چهار گوشه مملکت امام زمانیمون در این عصر جمعه با زبان روزه دارید برنامه رو میبینید، هم به این نیت هم به نیت سلامتی و تعجیل در فرج صاحب امروز و هر روزمون، همه اجماعاً بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. این صلوات ها مال روز 29 ماه مبارک دیگه تش مثلا با ارفاق 23 4 روز 6 بابا. آره من یه دو بیت بخونم، یه صلوات جوندار میخوام این شبستون امام خمینی، اون شبستونای دیگه هم خبر ندارن اینجا چه خبره با خبر بشن و همه شما مردم هم توی خونه دیگه یکی از آداب صلوات رو بلند صلوات فرستادن. گفت خواهی که قبول حق شود صوم و صلات، هم بهره بریز عمر و خیر و برکات، همواره طلب کن فرجش را بفرست، بر مهدی فاطمه درود و صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. احسن، دم شما گرم. مثلا صلوات بلند جیگر و جلا میده، نفاقو از بین میبره، خیلی برکات داره. بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما دعای 8 صحیفه سجادیه رو شروع کردیم. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورة الغضب و غلبة الحسد و ضعف الصبر. تا اینجا تبیین فرمودن. رسیدیم به فراز و قلت القناعه و شکاست الخلق. کمی قناعت، شکاست الخلق رو نمیتونم معنیش چیه، آجاها تعبیر میکنن، حالا هر موقع صلات میرسن. بسم الله. خب باز هم از دریای شیرین کلام امام زین العابدین علیه السلام. قلت القناعه، خدایا پناه میبرم به تو از اینکه قانع نباشم تو زندگی، چشم و دلم بدوه، اینا اصطلاحات فارسی که متداولم هست به کار میبرم، دائم چشمم تو زندگی دیگران باشه، این مقداری رو که دارم داشته خودم نبینم، نعمت نبینم، همش چشم به بالاتر باشه. امام زین العابدین علیه السلام دعای 20 صحیفه سجادیه میشه، دعای مکارم الاخلاق که شب قدرم میخونیمش، تو مفاتی هم داریم، اینجا دعای 20 میشه. اونجا دارن ولا تفتنی بالنظر، خدایا فتنه نظر منو نگیره، همش چشم تو زندگی دیگران نباشه، این چی خریده، این به کدام موقعیت اجتماعی رسیده، این چی کار کرده، نمیدونم ماشینشو اینطوری عوض کرده، این خونهشو اینطوری کرده، این فرششو اینطوری کرده، همش فکر و ذکر من این باشه. حالا اشکالش چیه؟ یک، اولا نعمت خودم و نعمت نمیبینم دیگه، وقتی همش دارم بالا دستیه رو نگاه میکنم این عوض کرده دیگه نعمت خودم اگه نعمت نبینم خب حالا اشکال این چیه؟ دیگه شکر نمی کنم. من زمانی شکر می کنم که نعمت خدا رو، نعمت رو بهش توجه داشته باشم، وقتی توجه ندارم شکرم نمی کنم. طبیعتا. این دعای عرفه امام حسین علیه السلام رو بارها من تذکر دادم خدمت به عزیزان، ان شاءالله تذکر برای خودم باشه که این دعای عرفه امام حسین علیه السلام اصلا آموزش دارن میدن حضرت، این از سرانگشتان من، پوست من، استخوان‌های من، دونه دونه ریز ریزو داره حضرت اشاره میکنه. یعنی هر کدوم از اینها شکر، نه یه دونه، 1000 تا شکر داره. برای اینکه تونستی شکر بکنی هم باز شکر داره، بماند حالا هر نفسی توش یه شکری هست. حالا
پس آدمو ناشکر میکنه نگاه به زندگی دیگران. 2 حلال آدمو تلخ میکنه، یعنی اون چیزی رو که داری، نعمتی که خدا بهت داده، امکان استفادهش هم هست، همینو با تلخی استفاده میکنی. چرا؟ نگاه میکنی میگی آقا مثلا من با یه قصه کوتاه اینا بگم قشنگ. آره بفرمایید حتما. یه وقت ماشین سوارم کرد، یک جایی بودیم تو تهران، حالا قومی‌ها شاید آدرس ها رو بلد نباشن به نسبت تهران، سوار مثلا چهار حسن آباد تهران بود، مستقیم گفت من تا مختاری میرم، مثلا تا اونجا میرم. خلاصه سوار شدیم و رفتیم و خیلی ماشین شیکی بود، من واقعا تا حالا توشو ندیده بودم، از بیرون دیده بود. گفت تشکر کردم، گفتم آقا شما تا کجا میری؟ گفت من اینجا میپیچم و گفتم خب مسیرمون 2 تا میشه. بعد من گفتم که خب مثلا دست شما درد نکنه، خدا برکت بهت بده، ان شاءالله چرخش برات بچرخه. دیدم انقدر ناراحت شدی همچین حرفی زدم، زد رو این داشبورد ماشین محکم با عصبانیت که حاج آقا این که ماشین نیست، ماشین فلان ماشینه، که حالا مثلا اونم من ندیده بودم البته. خلاص اون ماشینه، دیدم خیلی داره، دیدم با یک قصه‌ای داره توی این ماشینش میزنه، الان میشکنه اینطور. دیدم ماشین خود من 1/5 ماشین تو قیمت داره، خیلی هم ازش لذت میبرم، خیلی هم کیف میکنم، با زن و بچه سوار میشم. تو منتها دلت یه جایی دیگه است، قصه داری، قناعت نسبت به داشتت نداری، بهترین ماشینای روز دنیا هم داری، ولی صبح به صبح مثلا اون زمان 200 میلیون مثلا ماشینش بود، ماشین 500 میلیونی میخواست. این صبح به صبح که استارت میزنه 300 میلیون زیر مایه است، دلش پر از قصه است، همش داره اونجا نگاه میکنه. هیچ وقت از این ماشینی که داری که من تو خوابم نمیتونم ببینم تو لذت نمیبری. پس لذت حلال دنیا رو از آدم میگیره. اولی چی بود؟ شکر رو میگیره. دومی همین لذت استفاده، خدا قرار داده، الهی شکر، الحمدلله، خدایا سلامتی دادی، چی دادی. تا وقتی چشم آدم اونوری رو داره نگاه میکنه، همینایی رو که داره نمیبینه. و متاسفانه سبک زندگی‌های فعلیمون، ببین قدیم بود این حالت که چشم به مال و دارایی دیگری مردم داشته باشن، تو کمتر بود. از وقتی که یه چیزی پدیده‌ای به عنوان فضای مجازی که دیگه واقعیه، نمایشگر زندگی دیگران، آره به قول شما نمایشگر زندگی دیگران این باب شده، این اتفاق خیلی دیگه زیاد داره میفته. یعنی هر کس آن چیزی رو که هم ندارد قرض میکنه به نمایش بذاره که دارم. اون وقت عده‌ای میبینن فکر میکنه اون واقعا داره، این میفته توی الهاکم التکاثر، اصلا توی مسابقه‌ای میافتن مردم، سبقت در دنیا. اینا عبارت‌های روایی ها، الهاکم التکاثر که عبارت قرآنیه، همش دنبال کثرت ها. اصلا اصل زندگیمون بشه من کسر اکله و نومه و ضحکه و غضبه، خور و خواب و خشم و شهوت، خودمونیش همین بشه. همش هم نگاه کنه اینقدرم دور میزنه تو این دایره تا مرگش فرا میرسه. اصلا نفهمیدیم چی شد، چجوری زندگی کردیم، کدوم ارتقا، کدوم بالا رفتن، اینا که همش پستی بود که ما هیچ وقت نمیتونیم نسبت به اون بالاتری، هر چی رو ببینیم یه دونه بالاترش هم هست. اصلا آخر سرش بالاترین ماشین هم داشته باشی میگی چرا 2 تا ندارم ازش، چرا کلکسیون فلان چیزو ندارم. ته نداره که این چیزا که آب شوره. قناعت زندگی رو زیبا میکنه، شیرین میکنه. اما وقت داریم تا اینجا یکی اگر ما شکر از بین میبره، بله قناعت نداشته باشیم، شکر از بین میبره و لذت نمیبریم، بله. تلخ میکنه زندگی. میخوایم تا اینجا نگه داریم، بریم و برگردیم، باز مرحله بعدی رو از شما بشنویم. خب عرضم به حضور شما که صحبت از افطاری و اینا شد. اول برنامه یه پویشی داریم ما به نام پویش افطاری کریمانه که شما میتونید شرکت داشته باشید در این همه خیر و ثوابی که هر شب عرض کردم بالای 5000 تا غذا داده میشه. اینجا شما مشارکت داشته باشید، احیانا خودتون هم تشریف بیارین و استفاده بکنید. این قسمت رو ببینین کاملا در جریان قرار میگیرین. بفرمایید. خدایی به سوی خدا برویم.
افطاری کریمانه. شما هم می توانید با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 301122 و یا از طریق سایت nazr.amfm.ir در این امر خیر سهیم باشید. همه میهمان کریمه ایم. آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا برکت بده به زندگی هر کسی که قدم در مسیر خیر برمی‌داره، قدم در مسیر اطعام و احسان و انفاق و دستگیری از دیگران، از جمله شماهایی که در این پویه شرکت میکنید. انشالله داریم راجع به قناعت صحبت میکنیم. فرمودن آقای سعیدی آریا عزیز که کسی که اهل قناعت نیست حتما اهل شکر نیست، چون نعمتی رو نمیبینه که بخواد شکرشو بکنه و بعد هم لذت نمیبره از زندگیش، چون همش دنبال یه چیز بالاتره. یعنی این طمعه، حرصی که اول این دعا بود، نمیذاره که او بخواد لذت ببره از وضع موجود. قناعت یعنی راضی بودن و قانع بودن به دارایی‌های فعلی. الهی شکر، همینی که هست ببینمش این رو. اما یه قناعت مذموم هم داریم. مذموم یعنی بد، با دالزال نوشته میشه. قناعت بد یعنی چی؟ دیدید این همه مثالا رو میگیم، همشون افراط تفریطش یا توی وادی دیگه. این مبلغش خود آقای شیطونه. چیه جریان؟ اون جاهایی که چیزای خوب داریم بخوایم بهش قناعت بکنیم، زیادش نکنیم. آره. قناعت مثلا در عبادت، نماز اول وقت خونه، خب بس دیگه، همین مقدار دیگه کافی. بابا مردم اینم مثلا نمیخونن، نمازش هم نمیخونن، حالا من نماز میخونم اونم اول وقت، تمام بسته میشه. قناعت تو مادیات چیه؟ هی هرس نزن، همینی رو که داری بهش نگاه کن. تو معنویات غلطش میشه. نگاه نکن دیگران چقدر موفق ترن، آیت الله فلان، آقای فلانی اهل نماز شب، اهل صدقه است، اهل خیراته. نه دیگه، ما همین مقدار. داره به پایین دست نگاه میکنه. این اتفاقا روایت داره آموزش به ما دادن. حضرت میفهمد تو کارهای دنیایی، تو امور دنیایی به پایین دستت نگاه کن. با من سالمم، فلانی نیست. من ماشین دارم، فلانی نداره. من فلان امکانو دارم، فلانی نداره. الهی الحمدلله که به من دادی. تو کارهای اخروی به بالا دستت نگاه کن. با فلانی اهل نماز شب، اهل انفاق، اهل خیره، ولی من توی این مقداری که او هست من موفق نیستم. عامل حرکت میشه. شیطان میاد برعکسش میکنه، جای شهید و جلاد و به قول حضرت آقا عوض میکنه. میگه نه، تو کارهای دنیاییت، تو کارهای مسائل دنیایی تو اینا به بالا دستتو نگاه کن. ببین پیشرفت میکنی، همش میری اون دنبال اون طرفی، غفلت پیدا میکنی. تو کارهای اخروی هم قناعت دیگه بسته دیگه. مگه چقدر آدم میخواد همچین کاری بکنه؟ انواع و اقسام توجیه ها هم تو این زمینه میاره. خیلی حیف قناعت تو معنویات که اتفاقا مبلغش نفس و شیطان رجیم هستش. اینو حواسمون باشه. تا این زمزمه ها رو تو گوشمون شنیدیم که یه وقت یه چیزی جوگیر شد، من اومدم حرم و دیگه افطاری حرم و دیگه مثلا نماز اول وقت و نه. زود هم میشه آدم خودشو به قول این پنچرگیری ها تنظیمات کنه. قرام لاستیکش این ور اون ور، فرمونش این ور اون ور نزنه. زود یادت بیفت نسبت به عبادت بالاتری. آقا همه زحماتی که ما میکشیم تو عالم، همه کارهایی که میکنیم به اندازه یه لحظه سختی امام حسین علیه السلام نیست. یه لحظه‌ش هم نیستش. وقتی اینجوری آدم نگاه بکنه میگه هر موقع دیدی دلت یه جوری شد که آقا میگه خبریه و من یه کاری کردم، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا جان فدای این همه زحمتی که تو برای دین کشیدی، سختی که تو کشیدی، همه سختی های منو جمع کنن به اندازه یه لحظه تو هم نمیشه. آدم متعادل میشه، فرود میاد، اون خشوع قلبی رو پیدا میکنه. الهی شد این عبارت ها جواهره ها. آره به خدا. جواهره به خدا. میدونین به چی داشتم فکر کردم؟ به این که قناعت توی امور عبادی چه بسا باعث تکبر میشه. عجب و تکبر. آره عجب و تکبر. این که من دیگه بس این مقدار عبادت که کردم، یعنی من الان دیگه واسه خودم کسی شدم دیگه. پناه بر. یعنی از اینجا نشأت میگیره. و اگه آدم گرفتار شد تمام جمله عجیبی سقوط میکنه. جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه توی 40 حدیث حضرت امام، سومین حدیث سوم عجب، حدیث چهارم کبر. بخونید اینجاها. یعنی ایشون میفرماید، با احتیاط عرض میکنم دیگه، خودتون توکل بر خدا، اونایی که گناه کبیره دارن بعضا پیش خدا بهتر وضعیتشون نسبت به اونایی که کبر و عجب دارن.
به این بدبختی گرفتم. میگه خدایا، این متن حدیث حضرت امام، میگه خدایا با فضلت با من برخورد نکن، با عدلت برخورد کن. من اونجوری هم که باید باشم، من همه عبادات همه کارام درسته. این دیگه دلش متواضع نیست، دیگه دلش خاشع نیست. این اوضاعش خیلی خرابتره از کسی که میگه خدایا میدونم یه سری غلطایی کردم، الهی العفو، الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنی به عدلک. اون تو عجب همچین حالتی رو میگیره، خودشو لایق تمام نعمات الهی، لایق تمام پاداشهای الهی. خودمونیش میگه طلبکار از خدا میشه. خدا نکنه این اتفاق بیفته، خدا نکنه. خدا ما هیچی نیستی. همه خدا حفظ کنه حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله. خیلی من مدیون ایشون هستم از اون ترمزی که خدا به من لطف کرد خدمتشون بودیم. ایشون میفرمودن توی همین انتم الفقراء الی الله، میفرمودن این یک کارتی خدا برای همه صادر کرده، مردم فقیرید نسبت به خدا. این احساس فقر رو داشته باشید، این احساس این که من هیچی ندارم. میدونین یه چیزی به ذهنم میاد، نمیدونم چجوری بگم، مثل شما که گفتین میگم توکل به خدا، منم دست دلم میلرزه، ولی به همین بانوی کریمه خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها قسم، نمیخوام مثلا شل کنم قضیه رو یا مثلا تخفیف بدم گناه کردن و، اما اینی که میخوام بگم بالا غیرتاً هر کسی تو این جمع مردم تو خودمون رجوع بکنیم، فکر میکنم حداقل دیگه که دوباره اتفاق افتاده تو زندگیمون. چه بسا یه وقت گناهی ما کردیم که اون گناه پشیمونی بعدش و ما رو به سمت توبه سوق دادنش آثار بهتری داشته از ثواب و عبادتی که کردیم. مثلا کار خیری کردیم، دست کسی رو گرفتیم، نمیدونم یه شب نماز شبی خونیم، یه کاری کردیم که بعدش عجب و کبرش دامنگیرمون شده. یعنی برعکس میشه بعضی وقتا واقعا. بله. و اگر گرفت رهایی سختیه، چون عجب که مثل گناه نیست. گناه اون حالت شرمندگی، اشکش، شب مارمزونه، ولی اینجا اصلا ارتباطی دیگه وجود نداره. این نفسش، این بت نفسشو داره میپرسته و پرورشش میده. این نفسانیات چیزهای عجیبی هن. اگه نبودن اینقدر اهل بیت علیهم السلام نسبت بهش خطرناک تذکر نمیدادن، اینقدر تون تذکر نمیدادن. چرا لسان که اینجوری میشه؟ علمای اخلاق و بزرگان ما عزیزان، ما نیاز به اخلاق داریم، نیاز. این 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نوعا احادیث اولش احادیث اخلاقیه. نیازمندیم، اگر نباشه کم میاریم تو مسائل دینی، اگر نباشه توی بسترها، تو چه احکام، چه اخلاق، چه اعتقادی کم میاریم. اگر این بسترها ساخته نشه، نیاز به استاد اخلاق داریم، نیاز به بالاخص انتشار این جور دعاها، اینجوری که تو مضام اخلاقی حضرت میفهمن داریم، بفهمیم اهمیتش چقدره. انشالله خدا هممون رو عامل کنه و این موقع افطارم دعای تو همین زمینه‌های اخلاقی یادتون نره. خدا من این رذیله رو دارم، تو پاکش کن، تو از بین ببرش، کمکم کن، مثل همین دعاهایی که میخونیم. انشالله حالا قسمت بعد باز یه فراز دیگه ای رو خیلی خوب. اون قسمتی که من متوجه دقیق معنی شکاست الخلق، خلق که میشه معنی کرد، ولی شکاسه رو یه تبیینی بکنین. یه فاصله بگیریم، توی این فاصله با یکی دیگر از ستارگان حرم آشنا میشیم که ایشان رو بیشتر وجهه سیاسیش رو شنیدین، اما یکی از مجتهدین طراز اول بودن و ما خیلی مرهونشون هستیم و شاید بشه گفت از زمین سازان انقلاب اسلامی ایران بودن. در واقع در زمان مشروطه که ایشان مسیر رو به مشروعه سعی کردن تغییر بدن. با شیخ فضل الله نوری که در همین مکان مقدس آرمیدن بیشتر آشنا میشیم. بفرمایید. فضل الله نوری در 3 دی ماه 1223 شمسی در منطقه کجور مازندران متولد گردید. او علوم مقدماتی دینی را در تهران فرا گرفت، سپس به عراق هجرت کرد و از محضر درس میرزای بزرگ شیرازی و میرزا حبیب الله رشتی کسب علم نمود. او پس از نیل به مراتب عالی اجتهاد در نجف به اشاره میرزای شیرازی به
تهران آمد و به اقامه جماعت و تألیف و تدریس علوم حوزوی پرداخت. بسیاری از روحانیون به شرکت در درس او مباهات داشتند و اغلب علمای تهران از افادات علمی او بهره می بردند. آیات عظام شیخ عبدالکریم حائری یزدی، حاج آقا سید حسین قمی، میرزا ابوالقاسم قمی و علامه محمد قزوینی از برجسته ترین شاگردان او محسوب می شوند. شیخ فضل الله در اوایل جنبش مشروطیت از پیشگامان و مجاهدان این نهضت بود. وی با بصیرت فوق‌العاده خود متوجه دستهای پلید و پنهانی شد که مشروطه را به انحراف کشیده و رعایت قوانین اسلامی در مشروطه را نمی‌خواهند. سرانجام شیخ فضل الله نوری مخالفت خیش را از مشروطه غیر مشروعه اعلام کرد و مشروطه را حرام دانست. جناح توطئه‌گر مقابل در یک دادگاه به ظاهر ملی او را محکوم به اعدام کردند. ایشان در برابر دعوت سفارت روس برای پناهندگی هرگز زیر بار این ذلت نرفت و شهادت در راه خدا را پذیرا شد. سرانجام این عالم مجاهد و مجتهد بزرگ در 11 مرداد 1288 به چوبه دار کشیده شد و در میدان توپخانه تهران به شهادت رسید. اعدام شیخ شهید نقاب از چهره مدعیان دروغین آزادی و عدالت برداشت و مردم فهمیدند که مشروطیت سرابی بیش نبوده است. پیکر مطهر شیخ شهید را به طور شبانه به قم بردند و در یکی از اتاقهای ضلع شمالی صحن مطهر حرم حضرت معصومه علیها السلام به خاک سپردند. روحشان شاد عالم مجاهد شیخ فضل الله نوری رضوان الله تعالی علیه. خب به نظرم حیف روز جمعه داره، یعنی رو به اتمامه. هم ماه رمضان رو فرمودن ماه صلوات بر محمد و آل محمد، هم روز جمعه افضل اعمالش. به نظرم خوبه که فضای این بارگاه رو معطرتر از قبل کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بازم حواستون نبود این مال روز 26 پنجم ششم بود. یه دونه روز ششمی دوباره همه، هم تو خونه یا هم اینجا توی صحن امام خمینی حرم حضرت معصومه، یه جوری دیگه همه حرم متوجه بشن اینجا چه خبر. خواهشن بعد از این بیت: ای داده به قم فیض وجودت برکات، بر روح مقدست درود و صلوات. الله صلی علی محمد و آل محمد. خدایا از ما قبول کن، از این مردم قبول کن، پای تلویزیون قبول کن این بهترین ذکرهای روز جمعه رو انشاءالله. و شکاست الخلق چیه ماجرا؟ خب باز هم پناه میبریم به خدا از شکاست الخلق. بعضیا ترجمه کردن بد اخلاقی، مشاکسه داریم زیادم توی جای مختلف داریم، اما یه مقدار خاص‌تره، اون سوء خلقه. یه مقدار شکاست الخلق خاص‌تره، یعنی توی معانی که میگردی تقریبا مشابه فارسیش ناسازگاری اخلاقی. کسی که با همه سر جنگ داره اصلا نمیتونه سازگار باشه توی محیطی. نچسبه آفرین. نچسبه، یه طوریه باش سلام علیک میکنی، مثلا سلام، مگه دکتری میپرسی حالت چطوره، یا یه جوری تندی جواب میده سلام علیک. اخلاق تند، چهره تند، یه جور نچسب به قول شما که تلخه این آدم. بله شکاست الخلق. حالا جالبش اینه که این لغت رو من تو ادبیات فارسی نگاه کردم، اسم یک حیوان بوده شکاست در ادبیات کهن فارسی. اسم حیوان چی بوده؟ خارپشت اسم شکاسه بوده ظاهرا تو ادبیات کهن ما. من دیدم صفتش اینه، اونم هیچ جوری نمیشه بهش نزدیک بشی. یه گلوله خار دیگه جمع میشه، شما از هر طرف برین دستت گزیده میشه، خار داره. حالا نه این که بگم حالا ممکنه معانی از یه لغتی به لغت دیگه گرفته شده باشه، احتمال داره، ولی به عنوان اینکه یاد عزیزان بمونه دارم هر طرف نزدیکش میشی میگزه، یه جوری میگزتت. اینو به عنوان اینکه یادمون بمونه شکاست الخلق. آدمایی که خلقای اینطوری دارن،
آقا هر جوری میخوای با این ارتباط برقرار بکنی، یه جایی نشستی سلام حالت چطوره، از اینجا بگیر. تو اداره هستش، حالا محل کار هست، تو کاسبی هستش، اصلا جرئت نمیکنی بهش سلام امان از بکنی. وقتی که تو خونه همچین آدمی باشه، وای که دیگه هیچی دیگه، یه بنا بر خدا اون وقت میشه سعد معاذ که شهید امام پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، خودش کفن میکنه، خودش غسل میده، خودش دفن میکنه، بعد میگه فشار قبل چه بلایی سرش آورد. چرا؟ سوء خلق داشت. ببینید کنار پیغمبر، کنار پیغمبر تو معرکه شهید نشد، پشت جبهه آمد، خود حضرت همه کاراشو، بعدش شهید شد، بعد خود حضرت همه کاراشو کرد، دعاش کرد اینا، اما فشار قبل گرفت. چرا پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه گفت با خانواده‌اش یه مقداری بد اخلاق بود. یعنی بد اخلاقی با خانواده، اینو با زبون روزه دارم تو ماه مبارک رمضان میگم، بد اخلاقی با خانواده از اون چیزاییه که بدبخت کننده، صراحت روایات هم داره میگه بدبخت میکنه آدم. اگر آدم کنار رسول الله هم جنگیده باشد، فکر کن روزه بگیری یه ذره ضعفت داره، بعد به خاطر اونم بیای حالا بد اخلاقی هم بکنی، هم روزتو خراب کنی، هم همه چیو اصلا قبر و آخرتت هم خراب کردی، فشار قبرم گرفتی. این مسئله خانواده بالاخص اینا زیر دستمان عزیزان، اینو خاص عرض میکنم. حالا آقایی هست، خانومی هست، بچه‌هاش، اللهم انی اعوذ بک من سوء الولایت لمن تحت ایدینا، ان شاءالله توی روزهای آینده عرض میکنیم زیر دستم حواسمون باشه. بله قدرت دارم الان داد بزنم، هیچ کس هم رو حرفم حرف نمیزنه، الان میتونم یه امری بکنم هیچ کس هم حرف نزنه، همه هم میترسن از من، ولی این اخلاق دینی من، این خودسازی من، قرار احکامو تو چی خلاصه کنیم؟ فقط نماز و روزه است؟ این حرفا مال دین ما نیست؟ صحیفه سجادی مال دین ما نیست؟ من الان روزم نزدیک من نشین، من الان دارم درس میخونم نزدیک من نشین، من الان دارم غذا درست میکنم نزدیک من نشین، من الان دارم تلویزیون نگاه میکنم نزدیک من، الان اخبار حواسم بچه برو اونور زن فلان، همه رعایت یعنی کلا میگین هر کاری داره میکنه خودش محوره و کسی هم نمیذاره، همه باید رعایت منو بکنن. خب تو چی کار میکنی برای دیگران؟ همش داره حرفی که میزنه که آقا مثلا این کار انجام بشه اون کار انجام نشه. خب من چی کار باید انجام بشم؟ لا اله الا الله. من از اخلاقیات زشت و صفات اهل دنیا همینو گفتن در حدیث معراج که صفات اهل دنیا یکیش همینه. همش دارن به ما یتمنون، همونایی که تمنی دارن، و همش و یتکلمون به ما یتمنون، همش حرفاشون راجع به خواسته هاشونه، همش این کارو باید برای من بکنن، هیچ وقت نمیگن ما باید برای دیگران چیکار بکنیم. این بحث اخلاق، شکاست الخلق رو به برکت بیان نورانی امام زین العابدین علیه السلام انشالله سر همین افطاری بخوایم. خدایا اخلاقم درست شه، رفتارم گزندی از زبان، نگاه یا رفتار من به دیگران وارد نشه. خدای من تیغ نداشته باشه این زبونم، مثل همون جوجه تیغی است، اذیت بکنم دیگران رو، خار پشت است اذیت بکنم دیگران رو. بعد اگر خوب شد، اگر اخلاق آدم خوب شد که اومد از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه پرسید، گفت آقا من میخوام یه جوری باشه ایمانم کامل باشه. حضرت فرمود حسن خلقک، خلقتو درست کن، خلقتو درست کن. نوعا قید با خانواده‌ام داریم، یعنی از اون قیدای خاصش اینه که با خانواده قید درست کن. نوعا خودمانی‌تر عرض بکنم، میشنویم آقا شما میبینی فلانی بیرون اینجوریه ولی نمیدونی تو خونه چه جوری رفتار میکنه، این لبخندی که بیرون میزنه و فیرون اینا ولی تو خونه که میاد نمیدونی چه جوریه. لذا اون مع اسرته یا با خانوادت اون خودش موضوعیت داره، اونجا موقعیت سلطه ماست. یه بدبختی یا آقا میدونی بعضی وقتا همین ما یه جا خوبیم یه جا 10 جای دیگه بدیم. مثلا ممکنم هست طرف تو خونه خوب باشه ولی تو محل کار نباشه، یا بالعکسش، یا این دو جا بد باشه پیش دوستاشو کافه و نمیدونم لبخند رو لبش باشه، حالا اسمای دیگه جای دیگه با اونا خوب باشه ولی با خانواده خودش با همکار خودش عبوس و بدرفتار و بد خودم ایزادم میتونه. اینو بارها عرض کردم، صحبت آقا مجتبی تهرانی رضوان الله تعالی علیه، نگونه میتوانم بگونه میکاهم. هممون میتونیم برای خودمون اگه بد اخلاقی کردیم تنبیه قرار بدیم، اگه بد اخلاقی کردیم بزرگان علما حضرت آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه اینا رو اینا یاد باید بگیریم، اینا بالاخره بزرگان دین ما بودن، آموزه هامون از همین مسیر رسیده. اگر عصبانی شدم چه میکنم؟ روزه میگیرم. اگر فلان مسئله شد اینجوری برای خودم تنبیه قرار بدم. میشه آدم خودش رو آموزش بده انشالله و اخلاقش مورد رضایت خدا باشه، مورد رضایت اهل بیت علیهم السلام باشه. رزق آدمو شکاست الخلق، رزق آدمو تنگ میکنه.
لذا در مقابلش داریم اثراتش رو دارم عرض میکنم که روزی آدم توسط خوش اخلاقی زیاد میشه. اگه میخوای روزی زیاد بشه، این که نگاه میکنی همش به گیر میخوری، بابا یه گیری تو اخلاقت هست، آخه بگرد ببین یه اشکال یه جایی هست. بعضی موقع ها زخم خوردیم نمیدونیم این زخم جوش نمیخوره، این زخم مال بد اخلاقیه. بعد آدم میبینه همیشه درد داره میکشه، خب درمانش کن. بله تو لحظه اتفاق نمیفته. یه قصابی بود گفت این آویزان کرده بود این گوشت رو، خلاصه داشت میزد و این ساتور از دستش در رفت، خورد رو این دستش، گرفت سری رفت پیش طبیب بیا ببین چه کردم با خودم. طبیبم نگاه کرد گفت فلانی بیای باید یه 2 ماهی بیای پیش من، هر روزی یه سکم بدی من زخمتو تمیز کنم، یه ضماد جدیدی هم روش ببندم تا درست بشه. یه 2 هفته‌ای گذشت، برای طبیب کاری پیش اومد، رفت مثلا روستای خودشون و این به شاگردش گفت همه کارهای من انجام بده. یه هفته‌ای کاراش انجام داد، برگشت به شاگردش گفت خب چه خبر؟ گفت استاد همون کارهایی که شما یادم دادی. یه 2-3 روز گذشت، گفت چرا این قصابه نمیاد؟ گفت استاد اتفاقا شما نبودی میآمد. گفت خب چه کردی؟ راستشو بگو. گفت همون کارهایی که شما یادم دادی. گفت نه تا ریزشو برام تعریف کن. گفت استاد روز اول اومد من زخمو تمیز کردم، یه استخونی لای زخم بود اونو برداشتم، زد تو سرش طبیبه. گفت چرا این کاری کردی؟ گفت خب چیکار کنم؟ گفت این استخون رو خودم گذاشته بودم لای زخم، جوش نخوره. اصطلاح استخون لای زخم که شنیدید مال همینه. اینو خودم گذاشته بودم جوش نخوره. میخواستم 2 ماه بیاد اینجا روزی یه سکم ازش بگیرم. شیطون یه استخون لای زخم، یه بد اخلاقی میذاره تو رزق ما، تاثیر داره تو اخلاق و رفتار، تو تمام شؤون زندگیم. یعنی توفیق نماز شبم بنم گرفته میشه از این که سر مادرم یه داد زدم. اون بد اخلاقی اونجا چه ربطی داره؟ ربط داره. ما اصطلاح توفیق داشتن یا سلب توفیق خدایی نکرده، این اصطلاحات دینی ماست. بله که بد اخلاقی کردی، داد زدی، با بد نگاه کردی، بعد نگاه می‌کنی نماز صبحت هم قضا شد، توفیقش ازت گرفته شد، چرا حال خوش معنوی ندارم؟ خب یه جایی بد اخلاقی کردی گرفتن ازت، یه توندی کردی گرفتن ازت. اینا همه کی میتونه بگه مرتبط نیستن؟ اگه نبودن اهل بیت علیهم السلام میفهمن همشون با هم دیگه ربط دارن. عذاب قبر به خوش اخلاقی تو خانواده ربط داره. اگر ارتباط اینها رو فهمیدیم مواظبت میکنیم. حواسمون به این چیزایی که اهل بیت علیهم السلام، دینی که اهل بیت معرفی کردن، دین خوش اخلاقی است. اصلا در اهمیت اخلاق به نظرم همین بس که خدا خاتم پیامبران و رسولانش رو برای اتمام و اکمال اون مبعوث کرد. انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. تمام اسلحه تبلیغی پیغمبر هم اخلاقشه. اگر حضرت مثلا غلیظ القلب بود نسبت به دیگران، بعد برخورد میکرد، کسی دیگه تحویل گرفته نمیشد، کسی نمیاد. این رأفت پیغمبر، این بویش، این چهره باز پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، اینا همه جذابه. این برای منم باید الگو باشه. اگر میخوام پدر خوبی باشم، مادر خوبی باشم، اگر میخوام مبلغ دینی باشم، تو هر موقعیتی این خوش اخلاقی انشاءالله فراموش نشه. الهی که به برکت فرمایشات شما آقای سعیدی آریای عزیز خلق و خوی هممون بوی گل محمدی بگیره. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقا دم شما گرم. خیلی حظ بردم، کیف کردم، مثل همیشه لذت بردیم و کام دلمون شیرین شد. هوامری ندارین؟ خدا حفظتون کنه. اجر شما با حضرت صاحب الزمان. علی یارتون باشه. خیلی ممنونم که برنامه خودتون رو تماشا کردین. دیگه آخرای اولین جمعه ماه مبارک رمضان. گفت این جمعه هم سر آمد اما گلم نیامد. ما تا جمعه هفته بعد باز منتظر میمونیم. گفت این جمعه و جمعه های دیگر حرف است، آدم بشوم تو شنبه هم می آیی. ما هر روز و هر لحظه منتظر امام زمانیم انشاءالله که به برکت عبادات روزداریامون اون لیاقت و شایستگی پذیرایی از حضورشون رو پیدا بکنیم. به استقبال اذان مغرب خواهیم رفت. با افق تهران از همه شما التماس دعای فرج دارم. یه بیت بخونم با شما خداحافظی بکنم. عرض میکنم که یا صاحب الزمان، روزه هجر تو از پای بینداخت مرا. روزه هجر تو از پای بینداخت مرا، کی شود با رطب وصل تو افطار کنم. اللهم عجل ولیک الفرج یا حق. خداحافظ. یا علی. خدا نگهدارتون.
اعوذ